سلام خدمت دوستان. ما امروز اومدیم پیکاپ رو وصل کردیم به اسیلوسکوپ و خروجی کویل. این الان سیگنالی است که از پیکاپ میاد، سیم آبی رنگ رو وصل کردیم به کانال سبز رنگ و خروجی کویل که جرقه میزنه رو وصل کردیم به کانال قرمز رنگ، یعنی دو تا کانال. و اینجا هم جایی است که اومدیم پیکاپ رو وصل کردیم به سی دی هست، از این مدلایی که آکسوانی معروفه. الان شما گاز بده، دور موتور بره بالا. نگاه کنید جایی که جرقه میزنه، یعنی حالا دور موتور کمش کن. نگاه کنید زمانی که جرقه میزنه و جایی که جرقه میزنه توی زائده پیکاپ تغییر میکنه. حالا شما گاز بده، دور موتور بره بالا. زمانی که دور موتور میره بالا میاد اول زائده پیکاپ، حالا دور موتور کم کن و زمانی که کم میشه دور موتور میاد آخر زائده پیکاپ. این جایی که دیگه داره پیکاپ از جایی که داره زائده از پیکاپ دور میشه. و اینجا هم شکل موج خود پیکاپ است. زمانی که آهنربا میاد جلوی پیکاپ یک سیگنال مثبت میده و زمانی که از پیکاپ خارج میشه و یک سیگنال منفی بده. این پیکاپی هم که میبینید حالا